با نزدیک آمدن سال نو و سنه برگزاری انتخابات پارلمانی، آمادگی‌ها به این کارزار مهم سیاسی تاجیکستان بیشتر می شود. در روسیه میزبان صدها هزار مهاجر کاری تاجیک نیز قرار است چند نقطه رایدهی برای ساکنان تاجیکستان باز کنند. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 مارس برگزار می شود و صحبت امروزه برنامه درباره شرایط رایدهی مهاجران در روسیه با محمد گمزاد، نماینده سفارت تاجیکستان در مسکو است. محمد، اول درباره شرایط شرکت مهاجران در انتخابات و آمادگی‌ها برای رایدهی می‌گفتید. قرار است که 1 مارس سال 2015 در روزهای برگزاری انتخابات پارلمانی نقطه‌های آموزدهی در شهر مسکو در سفارت جمهوری تاجیکستان، در شهر یکاترینبورگ در بنای کنسولگری گلینری جمهوری تاجیکستان در یکاترینبورگ و در شهر اوفا جمهوری باشکردستان در بنای کنسولگری گنرالی ما در شهر اوفا برگزار کرده شود. من فکر میکنم که مشکلی نیست، زیرا که ما تجربه کافی داریم و کوشش میکنیم که هموطنان در این معرکه مهم سیاسی فرا گرفته شوند. ولی عین زمان سفارت برای بهبود یافتن وضع حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه چی چاره‌ها می‌اندیشد؟ باید گفت که شروع از 1 ژانویه سال 2015 طبق قانون‌های نو فدراسیون روسیه همه مهاجران مهنتی که به فدراسیون روسیه برای کار و فعالیت مهنتی می‌آیند باید که پیش از همه دریافت پاتنت را برآورند. یعنی که یک سیستم یگانه برای مانده میشود که در اساس مهاجران مهنتی ما را لازم است که با پاتنت یگانه آنها میتوانند که در تشکیلات ها، در فیرم ها، در ساختمان ها، در بازارها و حتی در خانه های آدمان علاهیده کار و فعالیت مهنتی خود را پیش برند. این چیزی اول است. چیز دیگری که مثلا قانون های نو فدراسیون روسیه پیش بینی میکند این دریافت سقوطی طبی حتمی است که مهاجران مهنتی هنگام ورود شدن به قلمرو فدراسیون روسیه باید با خود سقوط‌های طبی داشته باشند که این هم به منفعت خود مهاجران نیز میباشد. مسئله دیگری که در نظر داشته شده است این گرفتن سرتیفیکات، یعنی که شهادتنامه درباره دانستن زبان روسی، تاریخ و فرهنگ مردم روس. محمد گمزاد، نماینده سفارت تاجیکستان در روسیه صحبت می‌کرد.